بار دیگر مارتین کوبلر نماینده دبیرکل ملل متحد درباره اشرف در صدر خبرهای مربوط به ساکنین اشرف و لیبرتی قرار گرفته است و نقشه‌های شوم او که اخیراً با دانایی فر، سرکرده نیروی تروریستی قدس و سفیر رژیم در عراق ملاقات داشته، موضوع گفتگوی این هفته رادیوی ایراوا است. در روز 6 مهر ماه و پس از افشاگری آقای طاهر بومدرا، مشاور ویژه یونامی درباره اشرف، با دکتر سینا دشتی در این مورد گفتگویی داشتم که به دلیل مطرح شدن دوباره مقاصد شوم کوبلر در مورد ساکنین اشرف و اینک لیبرتی، پخش این گفتگو رو بی‌مناسبت ندیدم. در معرفی دکتر سینا دشتی باید گفت که ایشان از پناهندگان سیاسی است که نزدیک به 30 سال است در تبعید زندگی می‌کند و در جهت افشای رژیم و در کنار مبارزات مردم ایران فعالیت دارد. وی تحصیلات خود را در رشته پزشکی در سوئد به پایان برده که نتیجه آن کسب 2 تخصص در بیماری‌های عفونی و پزشک خانواده میباشد. از وی مقالات متعددی در سایت همبستگی ملی نیز انتشار یافته است. با سلام خدمت شما آقای سینا دشتی، خیلی خوش اومدید به رادیو ایراوا و متشکرم که دعوت به این گفتگو رو پذیرفتید. از شما تشکر میکنم که لطف کردید و دعوت کردید و خیلی سلام ویژه دارم خدمت به شنوندگان گرامی شما. در خدمت هستم. خواهش میکنم. آقا دشتی، مدتی است ما با اسم آقای طاهر بومدرا مواجه میشیم در سایت‌های انگلیسی، حتی سایت‌های آمریکایی و سایت‌های ایرانی و در رسانه‌های معتبر آمریکایی و ایرانی اسمشون زیاد تکرار میشه و ما زیاد اسمشون رو میشنویم. البته دلیل این مطرح شدن اسمشون افشاگری‌هایی هست که ایشون انجام دادن، ولی قبل از این که ما به افشاگری‌های ایشون بپردازیم، خواهش می‌کنم بفرمایید که آقای بومدرا اصلا کی هستن و چه سمتی داشتن در سازمان ملل. آقای بومدرا طاهر بومدرا اهل الجزایر هست. بله. و ایشون در یک خانواده مبارز در انقلاب الجزایر به دنیا آمدند که پدرشون و عموهاشون در دهه 1950 میلادی به شهادت رسیدن برای استقلال الجزیره. در سال 1980 از دانشگاه حقوق لندن فارغ التحصیل شدند و 10 سال استاد حقوق در دانشگاه کنستانتین الجزایر بودند. ایشون در سال 1991 معاون دبیرکل جامعه افریقایی حقوق بین‌الملل و حقوق مقایسه‌ای بودند و در همین رابطه ارتباطات گسترده‌ای رو داشتن با کشورهای آفریقایی و سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری در این کشورهای آفریقایی. همچنین مشاور کمیسیون افریقایی حقوق انسانی و مردمی بودند در این مدت. در سال 2004 مدیر منطقه رفرم حقوق جزای بین‌المللی رو به عهده گرفتن که در اردن مستقر بود که تلاششون بود که رفرم‌های در وضعیت حقوق جزا و وضعیت زندان‌ها ایجاد کنن. ایشون از ژانویه 2009 رئیس اداره حقوق بشر هیئت همیاری ملل متحد در عراق، چیزی که ما بهش میگیم یونامی، بودن و از هم مارس 2009 مسئولیت نظارت بر پرونده اشرف رو به عهده داشتن و از ژوئیه 2010 به عنوان مشاور نماینده ویژه دبیرکل در اشرف منصوب شدند. آقای بومدرا در رابطه با وضعیت ساکنین اشرف و کمپ لیبرتی افشاگری داشتن. این افشاگری ها چی بودن آقای دشتی؟ ایشون در چند مقاله و یک استشهادی در کنگره امریکا و مقاله در که اولین بار در گزارشنامه هیل که در نشریه کنگره امریکاست چاپ شد، ایشون به چند نکته اعتراض کردند که تاکید می‌کردن این نکات بیشتر از دوران که مارتین کوبلر به عنوان نماینده ویژه ملل متحد در یونامی و سرپرست یونامی در عراق بودن شدت گرفته و گفتن که گزارش‌های طاهر بومدرا در مورد اشرف و لیبرتی تحریف و سانسور شدن، هرگز به دست دبیرکل ملل متحد نرسیده. حقوق بشر بنیادین این ساکنین اشرف مثل شرط زندگی انسانی، دسترسی به عدالت، تامین نیازهای بشر دوستانه، مهیا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بیمار و مسئولیت از تهدید فیزیکی
نقض شده و ایشون گفتن که من از کسایی بودم که از افراد کشته شده در حمله آوریل 2011 که منجر به قتل 36 نفر و مجبور شدن صدها نفر شد سرشماری کردم و تلاش‌های زیادی کردن که در چارچوب اصولی که ایشون معتقد بودن اصول ملل متحد هست پرونده اشرف و ساکنین اشرف رو در چارچوب یونامی پیش ببرن، ولی به این اعتقاد رسیدن که آقای کوپلر این ساختار ملل متحد رو به طور دربست در اختیار دفتر نخست وزیری عراق و شخص نوری مالکی قرار داده بوده و این تناقضی بود که باعث شد که ایشون در چند ماه گذشته استعفا بدن از کارشون و مسئولیتشون. آقای دشتی، هدف آقای بومدرا از افشاگری این موارد که شما بهش اشاره کردین چی بوده؟ چی رو می‌خواستن ثابت کنن؟ والا تا اونجایی که من میتونم قضاوت کنم به نظر میاد که آقای بومدرا یک حقوقدان معتقد به پایه‌ها و اصول اساسی قانون بین‌الملل هستند که اعتقادات بسیار مستحکمی رو در رابطه با وضعیت و وظیفه ملل متحد و ارزش‌های بنیادی ملل متحد در نظرشون بوده، در مسیر اجراش حرکت می‌کردند و این تناقض بین اعمال آقای کوپلر و تسلیم مطلق ایشون به خواستهای نخست وزیری عراق نوری مالکی و حتی سفارت ایران باعث شده که این تناقض رو این آقای بومدرا نتونستن به عنوان یک فرد حمل کنن و در یک جایی به خاطر شرافت حقوقی، شرافت کاری و ارزشایی که بهش معتقد بودن مجبور و به ترک کارشون شدن و این خب خیلی چیز بسیار مهمیه، چون در گزارش دبیر کل بان کی مون در دسامبر 2010 از آقای بومدرا یاد میشه که و از تلاشایشون تشکر میکنه بان کی مون که دیدارهای مرتب ایشون از اشرف در مطلع کردن ملل متحد از تحولات و نظارت بر صحت و سلامت ساکنان اشرف مفید بود است. این نقل قول از گفت که برای بان کی مون برای آقای بومدرا داشتن. وقتی فرد در این موضع در واقعیت، در صحنه واقعیت روبرو میشه با سیاستی که اساساً خواست و نیت رژیم ضد بشری ایران بوده، خب علالقاعده هر انسانی به خاطر مثلا وجود انسانی خودش به تناقض با این سیستم خواهد رسید. البته خب از اینکه آقای بومدرا انسان شریفی است شکی توش نیست، چون با اطلاعاتی که در دست گذاشتن خب اون شرافت کاری و شرافت انسانی خودشون ثابت کردن. در این حال آدم‌های شریف و انسان‌های آگاه و شریف در دنیا کم نیستن آقای دشتی، ولی واقعا من تعجبم اینه که چطور ایشون اینقدر پوشش خبری گرفتن و حتی توی جلسه استماع کنگره اونجا به سوالات پاسخ میدادن. نظر شما چیه؟ اون چیزی که خیلی مهمه که ببینیم که ایشون موضع شغلش چی بوده. ایشون مسئول پرونده اشرف به مدت 3 سال در یونامی بودن. یعنی اگر کسانی بحث میکردن در مورد مسئله وضعیت نابهنجار کمپ لیبرتی، اگر کسانی انتقاد داشتند اساساً به سیاست بی خانمانسازی مجاهدین اشرف که نوری مالکی بر اون تاکید داشت با استفاده از دستورایی که از رژیم ایران بهش میرسیده، اگر کسایی معترض بودن در سطح بین‌المللی چه در اروپا چه در امریکا، خب یک سری مقامات میتونستن یا سیاستمدارای که دستن در کار بودن میتونستن این اعتراضات رو واریز کنن به حسابی که این اعتراضات از ناحیه مقاومت ایران سرچشمه گرفته، ولی بومدرا مسئول این سیستم بوده، عضو توی این سیستم یونامی بوده، مسئول پرونده حقوق بشر بوده. شهادتش یک شهادت دست اوله، چیزی نیست که
به سادگی بشه اون رو رفع و رجوع کرد. و اینکه در کنار اون عمق حضیضی که کوپلر در اون گرفتار شده بود و دناعت ویژه‌ای که در مورد مجاهدین اشرف انجام شد تحت عنوان ملل متحد، تحت عنوان قرارداد یا متن تفاهمنامه بین دولت عراق و ملل متحد، اینقدر این در تناقض با حقوق بشر و ارزش‌های بنیادی ملل متحد قرار داره که خب به طبع اعتراض خیلی زیادی و توجه خیلی زیادی رو برمی‌انگیزه وقتی یه نفر که خودش در این سیستم بوده میاد به عنوان نفر دست اول شهادت میده و میگه که مثلا آقای کوپلر داشته با فتوشاپ تصاویری رو از لیبرتی ایجاد میکرده که جامعه بین‌المللی، ملل متحد و مجاهدین اشرف رو بفریبه و تصویر غیر واقعی ارائه بده. خب از این زاویه است که این افشاگری ها وزن و اهمیت خاص خودشون دارن. آقای بومدرا یک جای دیگری در جلسه استماع کنگره آمریکا میگه که سازمان ملل با این پرونده برخلاف اصل بنیادین براءت برخورد کرده است. ما با این پرونده، من البته میگویم ما و خودم را نیز شامل میکنم زیرا که من نفر اصلی در این پرونده بودم، با عدم حسن نیت برخورد کردیم و ما فرض را بر گناهکار بودن گذاشتیم و ما از این افراد انتظار داشتیم بیگناهی خود را ثابت کنند. منظورش ساکنین اشرف هست از آنها و اضافه میکنه که این در اساس علیه ارزش‌های بنیادین سازمان ملل است. خب این تناقض به وجود میاره آقای دشتی. اگر که ارزش‌های بنیادین سازمان ملل اینها نیستند و افراد بیگناهند مگر اینکه ثابت بشه گناهکار هستند، چرا این رویه در قبال ساکنین اشرف انجام گرفت و آقای کوبلر پرچمدار این رویه بود؟ امان از این دنیا و صاحبان قدرت که چقدر ایدئال‌های بشری رو تا اونجا که منافعشون تامین میشه میتابزن. وقتی منافع در خطر قرار بگیره بحث‌های قانونی هم به تبع اون دچار کشیدن به مرزهای ناآشنایی و بیگانگی میرسه. خب من که نمیتونم جواب بدم چرا ملل متحد این کارو کرده، ولی خب بحث خیلی ساده است. یک نیروی مستقلی در منطقه بسیار حساس استراتژیکی و ژئوپلیتیکی خواستار یک استقلال و آزادی برای مردم ایران هست که اگر که معادلش رو بخوایم از این بر یادمون بیاد و تذکری بدم، اگه یادتون باشه در موارد اتهام خانم مریم رجوی وقتی که پلیس فرانسه وارد اون کودتای 17 ژوئن شد، یکی از موارد اتهام تلاش مجاهدین برای برهم زدن تعادل ژئوپلیتیک منطقه بود. خب در این چارچوبای سیاست‌های کلان به طبع آنچه که به جایی نرسد فریاد است. فقط شما باید توجه داشته باشید که چه نیرویی، چه مقاومتی، چه سازمانی، چه رهبری، چه هوشیاری سیاسی، چه توان تاکتیکی که میتونه در این دنیای وانفسا حق خودش رو از دهان گرگ بیرون بکشه. البته هنوزم تمام حق اعاده نشده، هنوزم تمام حق پرداخت نشده، چون حق حقوق مجاهدین اشرف خیلی بیشتر از این است. خیلی بیشتر از این است اگه واقعا امور عدالت واقع بینانه بخوایم بریم. ولی حقیقتش اینه که در این چارچوب موجود به طبع ملل متحد در چارچوب سیاست‌هایی که حاکم بوده بر دولت امریکا و حاکم بر سازش و مماشات این دولت با رژیم ایران و تابعی از این سیاست بزرگ، خب اینا با مجاهدین اشرف تنظیم‌های ویژه خودشون می‌کردن. ولی از اون بر باید توجه داشته باشیم که مقاومت ایران اینقدر یک پرونده پاک و اصولی و قابل دفاع داره که در کوچکترین بررسی عادلانه قضایی رأی به سمت مقاومت ایران
صادر میشه در هر دادگاهی، حتی در خود عراق مجاهدین به دادگاه رفتن و دادگاه اونا رو از اون اتهامایی که برشون ساخته بودن براءت داد. یعنی این رو میخوام در کنار وجه تیره سیاست مماشات روشنی پرونده مقاومت رو هیچ وقت از یاد نبریم. اون مهم بوده، این پایه قضیه بوده که یک حقوقدان تکنوکراتی که در یک سیستم عظیمی مثل سیستم ملل متحد یک کاریر داشته، یک امکانات شغلی داشته، سالها کار کرده و احتمالاً حتی یک آینده بسیار روشنی هم داشته، این حقوقدان رو در معرض انتخاب قرار میده که اون تاریخچه حقوقی شغلیش رو بذاره کنار و به یک شورشی در یک سیستم تبدیل بشه. این واقعا بسیار نکته آموزنده برای همه ما هست. ولی خب از نظر دیگه ما با مارتین کوبلر هم برخورد داریم. آقای دشتی ایشون هم در سازمان ملل نماینده بان کی مون هستن در ارتباط با وضعیت ساکنین اشرف و واقعا این سوال به وجود میاد که مطمئنن که برخورد و موضع‌گیری کوبلر و کارهایی که انجام داده علیه ساکنین اشرف خب مسلماً موضع سازمان ملل نیست، اما آیا اشکال کار کجا هست؟ آیا این اشکال از واقعا بی‌در پیکر شدن سازمان ملل بعد 67 سال که از تأسیسش میگذره هست، یا اینکه کوبلر از نفوذ به خصوصی برخوردار هست و دستای پنهانی در کار هست؟ مشکل کجاست؟ حالا شما اول ببینید سازمان ملل تحلیل کنید سازمان ملل چی هست، یعنی چه ارگانی است. سازمان ملل یک ارگانی است که توسط نیروهای پیروز در جنگ جهانی دوم تأسیس شد برای یک تعادل سیاسی و تنظیمات سیاسی بعد از صحنه شکست فاشیسم و از بین رفتن آلمان هیتلر. یک جریانی است که ساختارهای دولتی ویژه خاص خودش داره، یعنی آدم نباید به مثابه یک کعبه آمال به این سازمان نگاه کنه. این یک تاریخچه خاص خودش داره، یه ارگان‌های ویژه‌ای داره، یک تعادل‌های ویژه‌ای رو میخواد حفظ کنه در سطح جهان. حالا این تعادل‌ها آیا از منظر یک فعال سیاسی مطلوب هست یا مطلوب نیست جای بحث ملل متحد نیست. اونا میخوان تعادل همیشه حفظ کنن، اصلا خط اصلیشون اینه. اینکه چرا کوبلر میاد یا اگر کوبلر نمیاد کسی دیگه میاد، خب این کوبلر سفیر سابق آلمان توی عراق بوده. چند نفر از نماینده‌های ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق با خواستهای نوری مالکی مخالفت داشتند و این کنش و واکنش‌های بین یونامی و دفتر نخست وزیر نوری مالکی باعث خیلی ایجاد تنش شده بوده. حتی وقتی که انتخابات عراق انجام گرفت و العراقیه 91 کرسی در پارلمان کسب کرد و دستگاه مالکی 89 تا و مالکی خواستار شمارش مجدد آرا توسط ملل متحد شد، نماینده ویژه در اون موقع از انتخابات دفاع کرد و گفت که همچین خواستی چندان قابل پذیرش نیست. این باعث رنجش مالکی شد و مالکی گفت که من هیچ نماینده اینو دیگه نمیخوام که توی عراق باشه. بعد که آقای کوبلر به این سمت اومدن، حالا چه سیستمای پشتیم بوده من نمیدونم، ولی واقعیت قضیه اینه که آقای کوبلر از روز اول هر چیزی رو که استاد ازل گفت بگو میگفته، هر چیزی که دفتر نخست وزیری میگفته در ارتباط با اشرف آقای کوبلر اجرا میکرده و این خب از حالا ضعف‌های سیستم ملل متحد، چون دبیرکل بارها بر تاکید کردن بر رعایت حقوق انسانی ساکنان اشرف و آقای کوبلر هم بارها در قراردادهای اولیه یک متن رو می‌نوشتن و در عمل یک چیز دیگر اجرا می‌کردن. این دیگه حالا فکر نکنم بیشتر خصال شخصی کوبلر بوده، گرچه اونها تأثیر میذاره، ولی بیشتر ناشی از یک سیاست عمده است. سیاست عمده‌ای که خواستش در هم شکستن مقاومت مجاهدین اشرف بوده. خب این سیاست از کجا سرچشمه میگیره آقای دشتی؟
از صاحبان قدرت سیاست اینکه قدرت کی در دستشه بگردید آدرس اونجا پیدا میکنید با خیال راحت. در منطقه عراق و رژیم و امریکا من و شما چندان قدرتی نداریم متاسفانه نه. اسم سیاست مماشات رو هم زیاد شنیدیم تو این چند سال آقای دشتی و سیاست مماشاتی که از زشترین کارهایی بوده که تا حالا میشد انجام بدی در رابطه با رژیم ایران و نادیده گرفتن حقوق مبارزان ایرانی و حقوق مردمی که در داخل کشور هستند و مبارزینی که در خارج کشور هستند. آیا این سیاست‌های کوبلر و سرکوب ساکنین اشرف توسط اون و کلاً بذارین خلاصه بگم دشمنی کوبلر با ساکنین اشرف این ربطی به سیاست مماشات داره؟ این یک وجه بسیار روشن و آشکار از اون سیاست. ببینید سیاست‌های ما، من نمیخوام با سیاست مقوله اخلاقی بحث کنم، بحث مورال، اخلاقیات و سیاست پالیتیک بحث جدایه. حقیقتش اینه که این دوستان وقتی که در یک شرایطی نسبت به همدیگه گیر می‌کردن از قتل عام میلیونی همدیگه هم دریغ نداشتن. این صاحبان سیاست در اروپا جنگ جهانی دوم در جلو چشم ماست. همون موقع که هیتلر مشغول کشتار بود در اروپا کسانی بودن و نیروهای بسیار قوی بودن، نیروهای اصلا ضعیفی نبودن. در فرانسه، در انگلیس که خواستار سازش با هیتلر بودن. یعنی عقبه تاریخی و اجتماعی و طبقاتی اون افراد و اون طبقات و اون جریانات خب به طبع در شرایط فعلی هم خواستای ویژه خودشون دارن. کسانی که مدافع منافع شرکت‌های مثل توتال هستن، مدافع تجارت‌های عمده با نفت ایران، با بازار ایران، با چیز هستن، کسایی که به طور سنتی از نیروهای ارتجاعی در ایران حمایت کردن، خب به طبع یک نیروی آزادی خواه و مستقل رو بر نمیتابن. حالا این نیروی مستقل هر چی میخواد اسمش باشه، اصلا بحثی نیست. مهم اینه که اون نیروی مستقل و آزادی خواه توان اینو داشته باشه که در این جنگل از خودش دفاع کنه، از پرنسیپاش دفاع کنه، از بقای خودش دفاع کنه. و شاید بتونم بگم معجزه این مقاومت اینه که هنوز قدرتمند و باقی است. بعضی مثلا میگن مقاومت دستاوردش چی بوده تو این 30 سال؟ رژیم که هنوز سر پاش جاش هست. میگه بابا در شرایطی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، در شرایطی که یک جهان یک قطبی بود و اون جهان یک قطبی از زمان ریگان، نه از الانش، نه از کلینتون، از زمان ریگان دنبال سازش با حکومت آخوندا بود، چجوری یک مقاومت تونسته اصلا بقای خودش رو حفظ کنه؟ این خودش واقعا یک معجزه است، یک هنره، یک دستاورد بزرگ با حفظ پرنسیپ‌های سیاسیش. الان هم همینو ببینید واقعا ما چند روز گذشته شاهد یک تغییر صحنه‌ای بودیم که هنوز شاید خودمون متوجه نشیم چقدر عظیمه. یعنی ما در آستانه ورود به یک دنیای قرار داریم که انگار که مثلا یک جنینی از رحم میاد بیرون نمیفهمه چه خبره است. میخوایم برگردیم بگیم یاد روزای خوش در لیست بودن بخیر، چون اینقدر ما وارد یک دنیای عجیبی خواهیم شد که خود منم نمیخوام به اصطلاح حالت پیش بینی بگم، این حالت واقع بینانه است. شرایط عوض شده، یک مجموعه پارامترهای جدی عوض شدن، یک سیاستی که از سال 1980 بعد از کنفرانس رندنبرگ آلمان که ریگان و آلمان و اینا به هم موقع نشستن و پذیرفتند که با رژیم خمینی اون موقع کنار بیان و راه ندن به آلترناتیوش، هنوز این سیاست همیشه در این تمام سالات سیاست غالب و حاکم بوده. الان اون سیاست داره میشکنه، زیر فشار واقعیات میشکنه، نه اینکه سیاستمدار اروپایی امریکایی بیشتر دوچار اخلاقیات شدن. الان مقوله اخلاقیات براشون اهمیت خاصی پیدا کرده، نه، واقعیت صحنه بهشون ایراد اجبار کرده که دیگه تا چه حدی میتونن وارد مماشات بشن. یک جایی یک بنبستی رو نمیشه بیش از حد سرش رو کوبید که شاید بشکنه و این البته باهای اصلیش رو مردم ایران و مقاومت ایران دادن تو این سالها. جناب دشتی، خواسته کوبلر از این همه اعمال فشار به ساکنین اشرف چی بود؟ والا
به نظر من کوپلر یا کسی که بهش دستور میدادن، یا به نظر من بیشتر کسی که بهش دستور میدادن، خواست عمدهشون این بوده که مقاومت ایران پرنسیپ‌های سیاسیش رو زیر پا بذاره، به یک نیروی منفعل تبدیل بشه، یک نیروی چند پاره، نیرویی که در آینده ایران تأثیر جدی نخواهد گذاشت. این خواست اهریمنی و شوم آقای کوپلر و شرکا یا رؤسا شده. ببینید یک ایران مستقل و دموکراتیک در شرایط فعلی منطقه، اگر یک لحظه تصور کنیم، یک لحظه فرض ذهنی که برای تمرین ذهنی، اگر فرض کنیم در شرایط فعلی ما یک حکومت نیمچه دموکراتیکی در ایران بود، آیا مردم سوریه این بها رو الان میدادن برای انقلاب خودشون؟ آیا مردم عراق اینجوری قتل عام میشدن برای زندگی روزمره خودشون؟ آیا در افغانستان این وضعیت داشتن مردم؟ یه سوال خیلی ساده است. یه حکومت، من نمیگم اصلا دموکراتیک انقلابی مثلا سوپر ایدئالی که آدم میگه، نه، من میگم اگر فرض کنیم، حتی من میگم در حد دولت بازرگان، حتی اگر دولت بازرگان تو ایران بود به مسابقه قدرت واقعی، نه که دستبازی خمینی بود، آیا واقعا مردم منطقه ما این بلاها به سرشون میمد؟ خب بالاخره چه فرقی میکنه مردم افغانستان، سوریه، عراق؟ از یک خونیم ما، از یک منطقه ایم، از یک نهادیم. آقای دشتی، آقای بومدرا در جلسه استماع کنگره آمریکا، من روی این تاکید میکنم چون به نظرم خیلی اقدام خیلی مهمی بود و به خاطر همین سوال دوم رو از همون جلسه گرفتم. ایشون میگه که وقتی ما میگوییم مقامات عراقی یک تعبیر عام است، زیرا در عمل تمامیت این پرونده توسط دفتر نخست وزیری اداره میشود. ایشون اشاره میکنه به نفوذ مالکی در روند پرونده حقوق بشری مجاهدین که تا چه اندازه چشمگیر بوده. شما چی فکر میکنید؟ نفوذ نوری مالکی چقدر توی مسئله نقش داشته؟ اگر که به شما به اون استشهادشون دقت کنید، حتی میگه در وضعیت سفارت ایران، این خیلی به طور محتاطانه این کلمه رو میذاره توی نقل قولش که حتی سفارت ایران، چون چیزی که واقعیه اینه که پرونده حضور مجاهدین در عراق توسط داناییفر کنترل میشه و دفتر نخست وزیر عراق یک وسیله هست، یعنی خودش قائم به ذات نیست، یعنی سیاست رو نمیخواد، نمیتونه، اگر نمیتونه بیشتر از این کشتار کنه چون زورش نمیرسه، اگر نمیتونه بیشتر از این فشار بیاره چون زورش نمیرسه، ولی خط نهایی و کلی رو از طرف ولایت فقیه اینا میگیرن. و اینی که میگه در دولت نبود این قضیه، این در دفتر نخست وزیری بود، دفتر نخست وزیری عراق، یعنی یک محیط بسته‌ای که دانایی فرد داشته کنترل میکرده، یا زمان قاسم سلیمانی یا این سپاه قدس. و این خب بیشتر از هر چیزی ثابت میکنه که در نهایت اون نیرویی که خواستار نابودی مجاهدین رژیم است، نه چیز دیگه. و این یک شهادت بسیار مهمیه در این رابطه. یه سوال دیگه به وجود میاد آقای دشتی و اون طرز تفکر کوپلر هست و این کارهایی که انجام داده، چون واقعا با عقل سلیم جور در نمیاد. این همه محدودیت برای ساکنین اشرف ایشون ایجاد کرد تو این مدت، این همه دروغ پردازی کرد، این گونه کلک و فریب داد خیلی ها رو. آیا ایشون فکر میکرد سود میبره از این جریان، یا که همینطوری تیری انداخت در هوا، گفت اگر خورد نخورد؟ والا من روانشناس نیستم و کوپلرم بیمار من نیست من ایشونو تجزیه تحلیل روانی کرده باشم، ولی به نظر من همیشه تن دادن به منافع حقیر دیکتاتوری مثل ولایت فقیه در ذهن یک انسان آزادیخواه به مثابه یک عمل غیر عقلانی تصور پیش بود. آخه مگر تاریخو نخوندید؟ مگر از درس نگرفتید؟ مگر میشه؟ خب به قول موقع دهه 70 که ما کتابای انقلابی میخوندیم، ژنرال جیاب همیشه میگفت
بعضیا کودن ترین شاگردای تاریخ هستن، هیچ وقت هیچ چیز خوبی یاد نمیگیرن. حالا شاید هم آقای کوپر جزو همون قشر باشه. نمیدونم. آقای دشتی متشکرم از توضیحاتی که دادید و شرکتتون در این گفتگو. براتون آرزوی پیروزی و شادی دارم. بسیار ممنون که وقت دادین و آرزوی موفقیت برای تلاش‌های خستگی ناپذیر شما در کانادا و امید بهروزی مردم ایران و آزادی هرچه سریعتر مردم ایران. خیلی ممنون. در پرده نگاری هست، در پرده نگاری هست، می آید و می آید، در راه سواری هست، در راه سواری هست، می آید و می آید. در ساحل فرداها این شور و تلاطم را آرام و قراری هست، می آید و می آید. از بعد زمستان ها، از بعد زمستان ها، آن سوی شفق ما را فرخنده بهاری هست، می آید و می آید. هر منشن شد بیرنگ با منشن دار ما، شمعی و شراری هست، می آید و می آید. شمعی که در انوارش زان آتش جاویدان به یار و عیاری هست، می آید و می آید. در پرده نگاهی هست، در پرده نگاهی هست، می آید و می آید. در راه سواری هست، در راه سواری هست، می آید و می آید، می آید و می آید، می آید و می آید.